رکورده؟ نگو نمیام. خب ویدیو امروز هم راجع به دروسکیه و یه سری اتفاقاتی که دیروز خبرش اومده بود که ربط داره به کیس دیدی. گفتم که کلاً بیام توضیح بدیم که دروسکی کجا اومده و یه توضیحی راجع به خودش و شهرتش و اینا بدیم. بعد برسیم به این داستانی که دیروز اومده و راجع به دیدیه. به دروسکی میگن بامزه ترین شخصیت اینترنتی هیپ هاپ، یعنی لقبش اینه. کارش هم کمدیه، استندآپ کمدی و اینا نیست، ولی اسکیت های کمدی میسازه، یعنی کلیپ های کوتاه و خنده‌دار. هر دفعه مثلا راجع به یه موضوع یه شخصیتی درست میکنه و این داستانا و کلا خیلی باحاله دیگه. الان هم تقریبا همه جا هستش. دروسکی متولد سپتامبر 1994 و توی آتلانتا به دنیا میاد. از بچگی دلقک کلاسشون بوده و همه میگفتن که این بامزه ترین شخصیتیه که تو اون مدرسه و تو اون محیط و اینا بوده و همه دوستش داشتن. یه آدم خیلی محبوب و بامزه‌ای بوده، دلقک کلاسیه، میگفتن میخندیدن و همه دستش شعر میخوردن. انقدر بامزه بوده، اولین ویدیوهایی که ازش پخش شده بود یه سری ویدیو بوده که دوستاش ازش میگرفتن وقتی که داشت ادا در میآورده، بامزه بازی در میآورده و انقدر بامزه بوده که هی ایمپرشن میگرفته، هی کامنت میگرفته و اینا اینجوری بودن که آقا بیشتر بساز، بیشتر بکن فلان، اینا مسخره بازی در بیار و اینم دوست داشته و کلا این کاراکتر رو به وجود میاره. تا 2018 دروسکی اصلا معروف نبوده، یعنی کلا شاید 9k فالوور داشته تو اینستاگرام و کلا خیلی هنوز به جایی نرسیده بوده. اولین نقشی که خارج از کمدی حالا یه کاراکتری چیزی بهش داده بودن توی میوزیک ویدیو تیگریزلی بوده. قبل اونم مثلا جای خیلی خاصی نبوده این آدم. اولین ویدیوش هم که وایرال شده بود یه اسکیت راجع به کلاهبردارا بود، کسایی که مثلا اسکم میکنن و کلاهبرداری میکنن. اون موقع مثلا 60k ویو میگیره که 60k اون موقع نسبت به الان خیلی بیشتر بوده. اونجا شروع میکنه که هفته‌ای 2-3 تا اسکیت آپلود بکنه توی اینستاگرام و همینجوری هی ویدیوهاش وایرال میشده و هی مردم هم شیر میکردن و هی کامنت میگرفته و اینا. آروم آروم شهرتش از همون دوره آخره 2018 و 2019 شروع میشه. اولین ویدیو معروف دروسکی یه دونه اسکیت بودش راجع به رپرایی که میخوان لین بخورن. لین اگه نمیدونین یه نوشیدنیه که معمولا رپرها درست میکنن، اسپرایتو با شربت کدئین رو میکس میکنن، یه رنگ بنفشی پیدا میکنه و اینو میخورن. خیلی چیز بدیه، خیلی جدیدن هم خیلی زیاد شده، یعنی من میبینم مثلا تو ایران هم مخصوصا. کلا حالا الان نمیخوام راجع به لین صحبت کنم، ولی ویدیو دروسکی راجع به لین خوردن رپرها بود و اینکه مثلا بحث لین خوردن میشه همشون تخصصی چیز میکنن، دکتر داروساز میشه اون وسط مثلا ادا در میارن فلان اینا، همون خبره گزیدن خودمون. از اونجا به بعدم کم کم دیگه مثلا ویدیوهاش خیلی دیگه وایرال شد و معروف شد و اینا. یه ویدیویی آپلود کرد با رپر اهل آتلانتا لیلیات، بهش ما میگیم لیلیاخچی. با لیلیاتی یه دونه ویدیو درست کرده بود و از اونجا مثلا اولین کانکشنش با یه آدم خیلی معروف. 2019 تقریبا مثلا 100k فالوور گرفت، معروفیتش یه ذره بیشتر شد. یه ویدیو گرفته بود که ادای دریک رو در آورده بود. یه ویدیوی معروفی داره دریک که بهش میگن مثلا لباس چقدر قیمتشه، میگه مثلا کتم انقدر، علمم انقدر، گوشوارم انقدر. اونجا مثلا یه اسکیت راجع به دریک گرفت و از اونجا کم کم مثلا یه کانکشنی با دریک زد. همون موقع هم اولین تور کنسرت جک هارلو شروع شده بود که جک هارلو هم اون موقع هنوز معروف نبود، داشت معروف میشد و دقیقاً دوره‌ای بود که جک هارلو هم شروع کرده بود به مثلا کنسرت گذاشتن و اجرا و اینا. و همون موقع جک هارلو و دروسکی با هم رفیق شده بودن و قرار بود که توی تور جک هارلو دروسکی کمدی اجرا کنه قبل اجرا، مثلا یه جوری اوپنینگش باشه. و این دوتا یه جوری شهرتشون با هم دیگه گره خورده بود، چون وقتی که معروف شدن انگار این دوتا رو با هم همه میشناختن. Life like this sure is sweet, huh? It definitely is. همون دوره تقریبا با اوبیجی هم رفیق میشه، اودل بکام جونیور، یه بازیکن فوتبال آمریکاییه. جلوتر بهش میرسیم که ارتباط این دوتا آدم چیه، ولی همون دوره بوده که با جک هارلو و اوبیجی و اینا خیلی رفیق میشه و کم کم با هم شروع میکنن ویدیو ساختن و این داستانا. کانکشناش همینجوری قوی تر میشده. توی سال 2020 که پندمیک شروع میشه، دوره‌ای بود که واقعا دروسکی دیگه داشت میترکوند و همه جا میشناختنش و همه جا ویدیوهاش وایرال میشد. همون موقع مجله GQ
GQ یه مقاله نوشت راجبش به عنوان کمدین محبوب هیپ هاپ، یعنی بهش این تگو زدن و الان هنوزم میگن کمدین محبوب هیپ هاپ. کلا این ارتباط بین کمدی و رپ و یه جوری به وجود آورده بود و اینا خیلی برای همه جذاب بود از اون موقع. توی پندمیک که شروع شد، اودل بکام جونیور دروسکیو دعوت میکنه که بیاد توی خونش توی الی بمونه برای دوره قرنطینه. بعدم توی همون دوران توی میوزیک ویدیو لیلیاخچه خودمون به نام اوپراز بانک اکانت، حساب بانکی اوپرا، که اگر راجع به اوپرا میخواید بدونید ویدیو دیروزم حتما نگاه کنید، جالبه. اومد توی میوزیک ویدیو اوپراز بانک اکانت بازی کرد که توی اون میوزیک ویدیو دریک هم بود و از اونجا انگار با دریک کانکشن زد و رفیق شد. بعدم رفت توی پادکست نو جامپر که یه پادکست خیلی خیلی معروفه مال ادم 22، اونجا هم رفت یه مصاحبه کرد و دیگه کم کم همه جا داشتن میشناختنش، که دیگه جایی که واقعا ترکوند و همه دیگه من خودم اونجا باهاش آشنا شدم توی میوزیک ویدیو Laugh Now Cry Later دریک و لیل درک بازی کرده بود. نه تنها توی ویدیو بود بلکه یه قسمتی از ویدیو رو یه اسکیتی ساخته بودن که دریک و دروسکی بودن. I'm good. I'm just regrouping. You sure? You got a tissue? No. این میوزیک ویدیو که اومد بیرون 200 فاکینگ میلیون ویو گرفت و دیگه دروسکی رو همه میشناختن. یه اسم خیلی چیز شده بود توی کمدی و هیپ هاپ و دیگه کاملا یه آدم استابلیش شده بود توی این داستان و جای دیگه شروع کرد ورود زدن. مثلا مجری لایو استریم رولینگ لاود که یه فستیوال موزیک هر سال برگزار میشه، فکر کنم چندین بارم برگزار میشه، هر رپری می‌خواد اجرا بکنه میشستن با دروسکی حرف می‌زدن و اختلاط می‌کردن. دیگه فقط محدود به کمدی و اینستاگرام و این ویدیوها نبود دیگه، میتونست مجریگری کنه، برنامه بسازه و این داست. از اون موقع هم که دیگه برنامه ساختن رو شروع کرد، یه رکورد لیبلی زد به نام کودا بن رکورد، باهاش یه سری تالنت شو برگزار میکنه، یه سری آدمو میاره مثلا اجرا بکنن و اینا، اگه قبول بشن میرن توی یه برنامه‌ای که حالا مثلا یه تالنت شو توی یوتیوب چند قسمتیه، یه سری آدما میان حالا رپر باشن، کمدین باشن، هر چی و اینا رو مثلا میاره دور هم جمع میکنه. یه برنامه کمدی خیلی باحال داره که ویوهای خیلی عجیب غریبی هم میگیره. حالا الان همه داستانهای دروسکیو گفتیم، بیایم راجع به دراماهای دیروز صحبت کنیم که چه اتفاقی افتاد دیروز که خیلی عجیب بود. اولین درامای جدی دروسکی، یعنی دراما بخوام بگم، تقریبا امسال یعنی سالی که گذشت، روز شکرگزاری یا همون تانکسگیوینگ، کای سینت که بزرگترین استریمر توییچه یه لایو استریم داشت. بذار برام عقب‌تر. کای سینت قبلا توی یکی دو تا استریمش کوین هارت و دروسکی رو با هم دعوت کرده بود. Drewski got the face and body build of Thomas the Train. و برنامه‌ای که این دوتا با هم اومده بودن منفجر شد، یعنی بمب کمدی بود. چون تصور کنید که از بهترین بازیگرای کمدی دنیا با بهترین کمدین اینستاگرام اینجوری با هم بخورن توی برنامه زنده، اصلا خیلی خوب بود دیگه، یعنی ترکیبشون ترکیب برنده بود. سر همین داستان روز لایو استریم اسپشیال روز شکرگزاری همون یه تعطیلات خیلی مهمیه تو امریکا. God, how the turkey looking? The turkey? Oh yeah, turkey looks great. What's up, y'all? How y'all doing? What the hell? What's up? و اون روزو مهموناشون اینا بودن با یه سری اکتور و بازیگر و یه سری آدمای اضافی که یه تیمی اومده بودن، یه سری بازیگر بودن رفته بودن توی شخصیت‌های سریال یا فیلم ونزدی که من نگاه نکردم ولی همه خودت میدونی. شخصیت‌های فیلم ونزدی هم مثلا اونجا سر میز نشسته بودن که دروسکی یه ذره مست بود و مثلا داشت شوخی می‌کرد و داشتن میگفتن می‌خندیدن، حالا تو اون کاراکترش بود. یهو به یه پسر بچه توپلی که یکی از بازیگرای اونجا بود برگشت گفت این حالا من فارسیشو بخوام بگم مثلا گفت چاقال بچه اسمت چیه؟ What's your name, little nigga? Not you, nigga. I'm talking about the little fat nigga. Yo, come on, bro. Come on. Fat nigga. Yo, Y'all been saying that to me all fucking night. Y'all. Fuck. this nigga. You good? Yo, man, you messing my fucking sweat. بعد بچه یهو همه پشماشون گفتم چی داری میگی بچه‌س فلان اینا، بچه هم زد زیر گریه و کلا اصلا یه ذره به هم ریخت. حالا بعدتر کشیدش کنار، ازش عذرخواهی کرد و اینا همه تو ویدیو بودش، ولی دیگه گفته بود دیگه. کلیپ هم وایرال شد، مامان بچه هم شروع کرد استوری و پست و فلان و بیسار که ازت شکایت میکنم تو فلان کردی تو بیسار کردی. دروسکی هم اومد عذرخواهی کرد، باز دوباره فلان اینا مثلا سکت حلش کنه و دیگه تموم شد اینجا، چون چیز خیلی فاکتاپی نبود. ولی اتفاقی که دیروز افتاد، یه سری مدرک راجع به کیس دیدی پخش شد که چیزای بدی توش بود. توی پرونده خانم اشلی
پارهام یا پرهام می نویسن، حالا نمیدونم. اشلی پارهام شکایتش از دیدی بود که اسم چند نفر مثل دروسکی و اوبیجی اومده و فقط اسم دروسکی به تنهایی 45 بار تو این شکایتنامه اومده بود که این اصلا خودش عجیبه. لپ مطلب رو بخوام بگم خیلی شسته رفته. توی داستان شکایت این خانوم اینجوری بوده که خانوم دعوت میشه توسط یه آقای خونه دیدی و اونجا بودن و یه اتفاقی میفته و حالا اینا اون پشت بودن. دیدی دستور میده که اوبیجی و دروسکی به این خانومه تعرض کنن و دروسکی به جای اینکه این کارو بکنه اول روی این خانومه روغن بچه معروفو میریزه، شروع میکنه سر خوردن روی این خانوم. سر میخورده. ما هنو به روغن بچه نرسیدیم نه؟ خلاصه میگن حسابی سر میخوره و بعد به این خانومه تعرض میکنه. دیدی هم همونجا بوده، داشته فیلم میدیده و با خودش حال میکرده. دیدی هم داستان روغن بچه تمومی نداره، من پشمام میریزه هر دفعه. بعدم یه جا خانومه توی این شکایتنامه گفته که یه گوشی رو زمین بوده، میاد این گوشیه رو ور داره، انقدر لیز بوده که دستش سر میخوره. بعد اینا همشون تو اون اتاق بودن، شروع میکنن خندیدن به این. دیدی میاد سر خانومه رو میگیره، میگه که مثلا دیگه صاحبت منم و این حرفا دیگه. مالکیه. خلاصه بعد اینکه تموم میشه یارو حالش انقدر بد بوده که میان بهش سرم میزنن که نمیره. بعدم دیدی و دروسکی اینا به به چهچه کنان رفتن اون پشت، شروع کردن ماریجوانا کشیدن و گفتن و خندیدن و این داستانا. حالا این داستان دیروز اومد و توی توییتر ترکید. یه سری ویدیو از دروسکی که اسکیت کمدی توی خونه دیدی گرفته بود وایرال شده بود مثل این ویدیو. بعدم توی پادکست ازش پرسیده بودن تا حالا پارتی دیدی رفته بودی قبلا، که میگه آره ولی از اون پارتی ها نه. You ever been to one of Diddy parties? Yeah, I've been in attendance. I've been in attendance. Not, hey, what the fuck you smirking for? I ain't saying that. I've been in attendance. We just asking regular That's all questions. I said. That's all I said. I said I've been in attendance. I have been in attendance. We never been. We just asking. We just asking. Yeah. As soon as you asked, he said, You had fun? I ain't seen that. "Yeah, you did." I ain't seen that. Yeah, I had fun. Yeah, I mean, it was a party. I wasn't at one of them parties. We ain't say that about no party. What party you talking about? Y'all smiling too much. We ain't say that. I have been in attendance at a puff party. You know what I'm saying? I've been in attendance. Yeah, I went. Yeah, the party I went to, it was girls turn up. You know what I'm saying? The regular. You know what I mean? Other celebrities and shit. Yeah, That's what you do. باید ریاکشنشو کلا این حرکت بدنش اینا معلومه یه ذره آنکامفتبل و خیلی ناراحت اونجا و اینم حتی مثلا چیز بود میگفتن این یه ذره غیر عادیه رفتارش و اینا. اینو ولی در نظر داشته باشین اصلا پارتیای دیدی و چندین هزار نفر آدم میرفتن تو سال، یا اصلا هر پارتی نمیدونم مثلا چقدر، ولی خب آدمای خیلی زیادی رفت آمد داشتن. از مثلا خیلی هاشون الان بپرسی میگن نه اتفاقی اونجا نمیافتاده و پارتی بوده و اینا. اگرم بوده مثلا اون پشت بوده، یعنی ما دعوت نبودیم. بیشتری ها الان همینو میگن در حد فرضیه است اینا، یعنی هنوز هیچ اثباتی ندارن از این قضیه. رابطه دیدی و دروسکی هم اصلا میگین از کجا بوده. دروسکی برنامه‌ای ساخته بود تو 2021 به نام سنیکین این دروسکی که از شبکه مدیا دیدی یعنی همون ریولت پخش میشد. از اونجا با هم یه ارتباطی داشتن و تو چند تا ویدیو مثلا با هم بودن و تو پارتی دیدی بوده و این داستانا. حالا این کیسه یه باگی داره این وسط که این باگ یه ذره مکسنس نمیکنه، معنی نمیده دیگه. اونم داستان اینه که یه ذره تاریخا با هم همخونی نداره. یعنی توی کیسه داره میگه که این اتفاقایی که همه رو خانم داره تعریف میکنه افتاده همش توی 2018 بوده. طبق چیزی که الان با هم دیگه مرور کردیم دروسکی تازه 2020 معروف میشه، مثلا یه سری آدمای معروف ارتباط میگیره با همون اوبیجی و اینا. قبل 2020 خونه ننش بوده و آدم پولداری نبوده، کسی نمیشناختتش و این خانومه داره میگه که 2018 این اتفاق افتاده. تقریبا توی مایه داستانای جیزیه که مثلا اون خانم شکایت کرده بود تاریخا همخونی نداشت، بعدم کیسو جمع کردن. اینم یه جوری همون مدلیه، چون مثلا اطلاعاتی که داره میده هیچ چیزی برای اثباتش نیست. در عین حالم داره میگه 2018 که 2 سال
قبلتر از معروفیت یارو بوده. دروسکی هم دیروز یه بیانیه داد، گفت آقا اینا همش دروغه و 2018 من با ننم بودم و اصلا معروف نبودم و نبودم اصلا 2018 و وضعیت به این شکله. و دیروز هم توییتر کلا ریخته بود به هم، همه میگفتن دروسکی چیکار کرده؟ داستان بود دیگه خلاصه. آره داستان دروسکی. حالا باید ببینیم در آینده چی میشه، چون این کیس دیدی خیلی عجیب شده. یه سری از پرونده هایی که راجبش اومده بود مختومه شد، همش رفت کنار. یه سری هنوز بازه، یه سری اضافه شده، یعنی اصلا معلوم نیست چی به چیه دیگه. هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. اگر پیشنهادی چیزی دارید تو کامنت برام بنویسید، خیلی ممنون میشم و لایک ویدیو خیلی کمک میکنه. من دارم سعی میکنم که دیلی آپلود بکنم و یه تایمی میخوام با انگیزه زیاد هر روز ویدیو بسازم، آپلود کنم، بذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد و چنلمو ساب کنید. مرسی. ببینمتون به زودی.